اینجا قهوه‌خونه حاج علی درویش، لقب پدرم درویش بوده، فامیلیش علی مفلوطیان بوده. بیش از 100 ساله که اینجا تأسیس شده. قبل از سال 1297 تحقیقاتی که من انجام دادم توسط حاج محمد حسن شمشیری با یه واسطه پدر من اینجا رو خریده. حدود 70 سال خانواده ما اینجا هستش. اینجا ثبت میراث فرهنگی شده. ما اکثر مشتریان توریستا هستن. در تمام کتاب‌های جهانگردی دنیا قهوه‌خونه ما معرفی شده. این منوی ما هست. انواع اقسام چای‌ها رو داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 چای‌های ما برای همه دونه 5000 تومانه. اما با استثناپی هم داره. برای بعضی 2500 میاد پایین تا 100 تا 1 تومانی برای بعضی. اندازه چای‌ها هیچ فرقی نمی‌کنه، کیفیتش هم هیچ فرقی نمی‌کنه. اینو به توسعه پدرم انجام دادیم. بعضی‌ها شامل چه افرادی میشه؟ حالا صلاح نیست بگیم. بالاخره اونایی که آدمای خوبی هستن، زحمتکشن و ما دوستشون داریم. چیکار کردی به بابا؟ 50 تومن به صندوق کمک کردی. صندوق مورد. دمتون.